یه نفر پرسیده بود به نظرت آیا خودرو، دلار، گوشت، مرغ و چیزهای دیگه بازم گرون میشه و توی توییتر دیدم یکی جواب جالبی داده. سرخپوستا از رئیس جدیدشون پرسیدن آیا زمستان سختی در پیش است؟ رئیس جوان قبیله که نمیدونست چه جوابی بده گفت برای احتیاط برین هیزم تهیه کنین. و روز بعد یواشکی به سازمان هواشناسی آمریکا زنگ زد و به صورت ناشناس پرسید امسال زمستان سردی در پیش است؟ و پاسخ شنید اینطور به نظر می آید. پس رئیس دستور داد که بیشتر هیزم جمع کنن و بعد برای محکم کاری چند روز بعد دوباره یواشکی به سازمان هواشناسی آمریکا زنگ زد شما نظر قبلیتون رو تایید میکنین؟ پاسخ شنید 100%. رئیس دستور داد که همه سرخپوستان تمام توانشون رو برای جمع آوری هیزم بیشتر به کار ببرن. پس از 2 هفته یه بار دیگه به سازمان هواشناسی زنگ زد. آقا شما مطمئنین که امسال زمستان سردی در پیش است؟ و پاسخ شنید بگذار اینطور بگویم سردترین زمستان در تاریخ معاصر. رئیس این بار قبل از قطع کردن یه سال دیگه پرسید از کجا میدونید؟ و پاسخ شنید چون سرخپوست‌ها دیوانه‌وار مشغول جمع کردن هیزم هست.